انسجامتان حفظ بکنید. واقعا مردم با دیانت، مردم شرافتمند هستید. شما شخص الحمدلله شما مردم بسیار خوشحال هستید. از موی سفید جوان تا که ما بوده بسیار به ما احترام کردن. ما احترام طلب نکردیم، مردم احترام کردن. ما دوست داریم همه مردم عزیز گرامی ما را در هر جایی که بودن یاد از شما مردم کردیم. عزت شما مردم، قدر شما مردم، دینداری شما مردم، در هر دور ازدوار، در هر دور ازدواری که بوده، در هر زمان شرایطی که بوده، شما مردم عزت و احترام علمایتان کردید، از مدرسه را کردید، دستاربندی ها کردید. این عزت و سربلندیتان همیشه در فکر ما هست. هر جایی که ما بوده باشیم، اینجا کسی که با یک مردم یک ساعت زندگی کرده باشد، نان و لقمه یک مردم خورده باشد، همیشه قدر و جایگاه اون مردم حفظ است. ما مثل خود اعضای عضو شما مردم میدانیم. والله القسم در درسای حدیث در وقت زوری شمال ولایت افغانستان ما در شاگردان مفتی صاحبا درسای فتوا را میگویم، در شاگردان مختلف شاگردان را درس میگویم، در سمینارهایی که با محصلین دانشگاه ها میرسانم، وقتی که مثال میآید میگم شما مردم به این اصطلاح، ما مردم کابل به این اصطلاح را میگوییم. ما خود منصوب به مردم میدانیم. عزت ما و ابتدای همه برنامه‌های ما از این مردم شروع شده. آخرین امید من از شما است که من در حق شما دعا میکنم، شما در حق من دعا بکنید. مفتی صاحب مبارک، قاری صاحبای محترم، شاگردای مدرسه در حق شما مردم دعا بکنن و شما مردم در حق مدرسه و مفتی صاحب شاگردای مدرسه دعا بکنید و قدر یکدیگری دار ببینید. هر وقتی که من سربلندی شما را بشنوم با افتخار میکنم. والله القسم که اندک خبر شد که بین مردم یک کمک مشاجره است. والله القسم دیره در قسم حق ندارید که الله که میدانه از قلب مدیر ما الله آغاز الله قسم است که قلب من خفه میشه، قلب خفه میشه. چرا برادری عوامی ما، چرا کسی ما دوست داشته باشید باید آنچه که به خود پسند میکنید به دیگران پسند کنید. الله متعال وحدت و انسجام شما مردم بالاتر حفظ فرماید. و سیومین موضوع را برای شما اشاره میکنم عزیزان گرامی. امروز چهارشنبه است، فردا پنجشنبه، دیگه فردا جمعه روز شنبه چهارم عید میشه. جناب مفتی صاحب عبدالصبور صاحب خطیب شما، برادر شما، فرزند شما مردم روز شنبه انشاءالله رسول ایشان است. روز شنبه رسول ایشان است. همه شما مردم گرامی که از مسجد جامع هستید، مساجد صغیره هستید، شما در انشاءالله در اینجا دعوت هستید. روز شنبه انشاءالله مسجد جوان دعوت هستید. انشاءالله در عروسی انشاءالله از 7 تا 8 بجه انشاءالله محفل و پروگرام شروع میشه تا ساعت 12 بجه که از بیرون باز علما میاد. ما از سال مقرر کس خبر نکردیم، یک کس ما خبر نکردیم. فقط یک مهمانایی که از خود سایه کابل و پروان بسیار تعداد کم، فقط شما مردم از روز شنبه بخیر عروسی هستند و درخواست از همه شما عروسی خودتان است. مردم مهمان از بیرون میآید. سربلندی عروسی افتخاری جان به خود شماست، سربلندیش به شماست، افتخارشان به شماست. انشاءالله وقت شنبه وقت انشاءالله تشریف بیاورید، سفید جوان تشریف بیاورید، خرد و کلان تشریف بیاورید. انشاءالله مجلس عروسیتان را، عروسی اولاد خودتان است، برادر خودتان است، انشاءالله پیش ببرید. یعنی می عروسی به شما مردم تسلیم است، نظم و نظام کل پروگرامش به شما مردم تسلیم است. ما شما را دعوت نمیکنم به خاطر که محفل خودتان است. محفل خود کس دعوت نمیکنه و کلتان دعوت به این خاطر میگم که انشاءالله اگر دوست آگاهی نداشت انشاءالله تشریف بیاورید. همه محفلتان بسیار با سربلندی با عزت محفلتان پیش ببرید و دیگر دوستایی که از قومایی که از اهالی موشومات مثلا در شهر است، فعلا در این ساحه اصلا زمین منطقه و جغرافی است، اصلا در شهر زندگی میکنه، شما را هم دعوت بکنید و نمایندگی خودتان دعوت بکنید، محفل رسویتان را به خیر سال پیش ببرید. این محفل و مجلس خودتان است. از علمای ساحه عشق مسجد مساجد صغیره و مسجد جامع از کلشان انشاءالله درخواست به یکی وحدتان حفظ بکنید. بین انشاءالله رسیتان را به سر و افتخار و به عزت پیش ببرید. یک شیوخ از بیرون میآید، شیوخ میآید، باید ما احترام بکنیم. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی ایمان به الله و روز قیامت دارد باید اکرام و عزت مهمان کرده شود. ما همه باید به احترام مهمان و عزت مهمان آماده باشیم. الله متعال همه شما